خب خوش اومدید به ویدیو دیگه. من امروز برای ایجاد آموزش حساب کاربری توی سایت خودمون یعنی پیلوگو.ir اومدم تا همراه شما باشم. خب اول باید هم آدرس سایت رو وارد کنیم، پیلوگو.ir. سپس بعد ورود به سایتمون از منوی فهرست که حالا برای موبایل ریس سمت چپ صفحه است اون انتخاب میکنیم، ولی برای تبلت و ویندوز همونجا توی فهرست بالا هست حساب کاربری من انتخاب میکنیم و میریم توی جزئیات حساب. حالا از اونجا میشه، اینجا هم میشه. خب من از قبل حساب کاربری داشتم، اینا پاک میکنم همه رو. این پرهام، حالا شما اسم خودتون بنویسید. خب ناشمی، بعد اینم نام نمایشیه، کاربر ناشناس میتونید بزنید هرچی. همز اینجا میتونید گذرواژه وارد کنین یا میتونید گذرواژه هم نذارید. خب لازم بایستین. خب گذرواژه من وارد نمی کنم فعلا. اینجا هم تکرار گذرواژه جدیده، ثبت تغییرات رو میزنیم. وای میسیم. خب اینجا زده با موفقیت ثبت شد. خب این هم به همین راحتی تونستیم یه حساب کاربری راحت بسازیم تا حالا جزئیات خرید باشه. مرسی از شما.